چرا قرآن به زبان عربی است و چرا پیامبر اسلام در عربستان نازل شده است؟ اصل این سؤال از دو جهت قابل بررسی است. اولا طبق معمول برخی نجات پرستان که میگویند چرا الله تنها زبان عربی را متوجه می شود و پیامبرش را از میان قوم عرب انتخاب کرده است. ثانیاً گفته می شود چرا برای همه زبانها و قومیتها پیامبر نازل نشده است و فقط برای عرب زبانان پیامبر مبعوث شده است. اما پاسخ: این شبهه بیانگر عدم دانش و عدم تحقیق ملحدین است، چرا که تورات به زبان عبری و انجیل به زبان آرامی و مصحف سایر انبیا نیز به زبان منطقه خودشان نازل شده است. حال چطور خدایی که فقط عربی متوجه می شود کتبی را به زبانهای غیر عربی نیز نازل می کند؟ الله متعال در قرآن می فرمایند: ما هیچ پیامبری را مگر به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها بیان کند. سوره ابراهیم آیه 4. این آیه نشان می‌دهد که برای همه اقوام و نژادهای موجود در زمین پیامبری نازل شده و در حدیثی در صحیح بخاری بیان شده است که همه انبیا برای قوم خود مبعوث شده اند به جز پیامبر اسلام علیه السلام که رسالتی جهانی داشتند. اما چرا قرآن به عنوان آخرین کلام خداوند به همه زبانها یا زبان دیگری نازل نشده است و به زبان عربی نازل گشته؟ خب ما فرض را بر وجود این امر می‌گذاریم که خداوند قرآن را به زبان فارسی نازل می‌کرد. آن وقت کردها و ترکها و اعراب و رومیها می‌گفتند چرا کلام خداوند به زبان ما نیست؟ کلام الله به هر زبانی که نازل شده باشد باز هم این شبهه طرح می‌شد. ولی اگر کلام خداوند در 1400 سال قبل به همه زبانها نازل می‌شد، اعم از فارسی، کردی، عربی، اردو و غیره، خب آن وقت یک فرد اصفهانی میگفت چرا کلام الله به زبان فارسی لهجه اصفهانی نازل نشده است؟ یا یک کرد سورانی میگفت چرا قرآن طبق لهجه دیگری از کردی نازل شده است؟ و یا یک عرب هم میگفت چرا قرآن طبق لهجه قریش نازل شده است و طبق لهجه قوم من نازل نگشته؟ حال احتمال دیگری را نیز در نظر میگیریم که قرآن به همه لهجه‌ها و زبانها نازل میشد، ولی در 1000 سال گذشته زبانها تغییرات بسیار زیادی داشتند. مثلا فارسی که در قرن 6 هجری رواج داشت در این دوران به هیچ وجه رواج ندارد. در 50 سال گذشته طرز کتابت و نوشتار و تلفظ برخی افعال در فارسی با دوران فعلی نیز متفاوت است. اما چرا پیامبر در عربستان مبعوث شد؟ باید دانست که عربستان بهترین مکان برای نازل شدن شریعت بود، چرا که در عربستان خبری از تمدن و سواد و دانش نبود، ولی در کشوری به عنوان مثال روم فلسفه و علم رواج داشته و اگر پیامبر در روم مبعوث میشد، آن وقت مخالفان میگفتند که پیامبر با استناد به کتب فلسفه و دانشمندان یونانی قرآن را نوشته است، همانگونه که خیلی ها در زمان حاضر نیز این ادعا را مطرح میکنند. و اگر در ایران مبعوث میشد، رومی ها ادعا میکردند که ایرانی ها به خاطر دشمنی با رومی ها یک فرد را برای ادعای پیامبری پیدا کرده اند. همچنین در کشوری به مانند ایران شدیداً با روشنگری های مذهبی مبارزه میشد و حتی فردی به مانند مزدک که ادعای پیامبری داشت توسط انوشیروان که معروف به انوشیروان دادگر بود به همراه 80,000 نفر از همراهانش کشته شد. ولی در کشوری مثل عربستان حکومت مرکزی وجود نداشت تا بتواند با کمک ارتشش سریعاً پیام الهی را خاموش کند. اما پیامبر با توجه به اینکه عرب بود ولی برعکس سایر انبیا یارانی داشت که از اقصی نقاط جهان آمده بودند. به عنوان مثال سلمان فارسی از فارس و بلال حبشی از حبشه و جاوان کردی از کردستان و صهیب رومی از روم.